بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بسم الله الرحمن الرحیم. داستان کربلا قسمت 10. عبیدالله در نخستین نامه‌ای که به حر بن یزید نوشت ازش خواست امام حسین رو در جایی نگه داره که آب و آبادی نباشه. زمانی هم که عمر بن سعد رو فرستاد بهش گفت حل بینه و بین الفرات ان یشرب، به گونه این نیروهایت رو مستقر کن که اجازه استفاده از آب فرات رو به امام حسین ندی. سختگیری آغاز شد. با این حال اگه کسی میخواست از سپاه امام بره میتونست. فراس ابن جعدت ابن هیبری مخزومی احساس کرد که کار دشواره، از امام اجازه خواست تا بره. امام هم اجازه داد و او شبانه اونجا رو ترک کرد. امام حسین علیه السلام در قصر بنی مقاتل بود که روی اسب خواب کوتاهی کرد و در اون حال اسب سواری رو دید که میگفت القوم یسیرون والمنایا تسری الیهم، این قوم در حال حرکتند و مرگ هم به سوی آنها در حرکت. امام بیدار شد و فرمود انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر علیه السلام علت تلاوت آیه رو پرسید. امام فرمود که خبر از مرگ ما میدهد. علی اکبر علیه السلام گفت الاسنا علی الحق؟ قال بلا. قال یا ابت اذا لا نبالی نموت محقین. فقال جزاک الله من ولد خیر ما جزا ولدا عن والده. بعضی گفتن که این میتونه اشاره به سلام بر علی اکبر علیه السلام در کنار سلام بر امام حسین علیه السلام باشه. در این مسیر بود که امام میکوشید تا از کوفه دور بشه و به سمت بادیه حرکت کنه، اما هر ممانعت میکرد تا به کربلا رسیدن، جایی که بهش نینوا هم میگفتن. با رسیدن به این منطقه بود که نامه ابن زیاد به هر رسید که لا تنزله الا العراء علی غیر حصن ولا ماء، او را در جایی بدون آب و سرپناه فرود بیار. در ضمن حامل نامه رو مسئول کرده بود تا مراقب اجرای فرمان عبیدالله باشه. امام اجازه خواست تا در قریه نینوا یا غازریه توقف کنه، اما هر اجازه نداد. بالاخره در جایی که آب و آبادی نبود توقف کردند. زهیر از امام خواست تا جمعیت دشمن اندک هست جنگ رو آغاز کنند، اما امام فرمود تا جنگ رو آغاز نکنند ما شروع کننده نخواهیم بود. امام روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجری در کربلا فرود آمد. در اونجا خیمه‌ای برای خودش و فرزندانش زد و سایر اهل بیت هم در اطراف خیمه امام حسین علیه السلام خیمه زدند. هم در اینجا بود که امام حسین علیه السلام خطاب به یارانش فرمود الناس عبید الدنیا و الدین لایق علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلا قل الدیانون. کلثوم گریه میکرد و میگفت جد و پدر و برادر و مادرم فاطمه را از دست دادم و اکنون باید در انتظار از دست دادن برادرم باشم. امام از اهل بیتش خواست تا بعد از کشته شدن وی گریبان چاک نزنند و به سر و صورت نکوبند. به گزارش ابن سعد همراه امام حسین علیه السلام 50 نفر به کربلا آمدند. 20 نفر از سپاه کوفه به امام پیوستند و 19 نفر از اهل بیت همراهش بودند. در منابع دیگر از 45 اسب سوار و 100 پیاده یاد شد. این روایتی است که از امام باقر علیه السلام حکایت شده. گزارش یعقوبی اینطوره که در وقتی که عمر بن سعد با 4000 نفر به کربلا اومد، امام حسین علیه السلام 62 یا 72 نفر همراهش بودند. زمانی که ابن زیاد خبر توقف امام حسین علیه السلام در کربلا را شنید، نامه‌ای به اون حضرت نوشت و در اون خطاب به امام گفت ای حسین، امیرالمؤمنین به من دستور داده از خوب نخوابم و سیر نخورم تا آنکه یا تو را بکشم یا تسلیم دستور یزید کنم. وقتی نامه به امام رسید اون رو دور انداخت و جوابی هم به نامه نداد. فرمود رستگار نخواهد شد کسانی که رضای مخلوق رو به قیمت سخط خالق میخرند. عدم پاسخ دادن امام حسین علیه السلام خشم عبیدالله رو بیش از پیش برانگیخت و عمر سعد رو که قرار بود بر ری و همدان حکومت کنه و آماده رفتن بود مأمور جنگ با امام حسین علیه السلام کرد. وی ابتدا نمیپذیرفت، اما وقتی قرار شد حکم حکومت ری و همدان رو پس بده، به رغم مخالفت طایفه اش بنی زهره که از خاندانهای قریش بودن اون رو پذیرفت.